سلام دوستان، امروز میخوام بهتون یه آموزش خیلی زیبا بهتون بدم. آموزشی که خیلیا با این مشکل روبرو هستید و خیلیاتون هم نمیتونید این مشکل رو حلش کنید. امروز میخوام برای همیشه از این مشکل رد بشیم. ممنون میشم که اگه کانال ما رو هم سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که ویدیو جدیدی گذاشتیم زودتر از همه با خبر بشید. اگر هم دوست داشتید آخر ویدیو که نگاه کردید یه لایک برای ما بزنید. خب آموزش امروز آموزشیه که شما تا حالا دیدید که برنامه میخواید نصب کنید از پلی استور و میزنه که این برنامه در کشور شما نیستش و نمیتونید برنامه چیز کنید. برنامه خیلی مهمیه، نیاز دارید و هیچ راهی هم نداره. خیلی راههای قدیمی بوده که میگفتن کلید دیتا کنید این چیزا، ولی آخرش جواب نمیداد. امروز میخوام با یه روشی کامل بهتون توضیح بدم که به راحتی این روش رو کامل دور بزنید. به طور مثال الان ما میخوایم نرم افزار سورا، هوش مصنوعی سورا که تو این چند روزها که اومده قوقا به پا کرده، چند روز پیش هم نسخه اندرویدش اومده، رو بریم نصبش کنیم. چه کار میکنیم؟ اول میریم داخل پلی استور. ما الان وارد پلی استور که شدیم، پایین سه تا گزینه داره. میبینی همین سه تا گزینه‌ای که نوشته گیم اپ سرچ، وقتی این گزینه برای شما بود مطمئن باشید که گوشی شما الان مشکل داره و نمیتونید کامل سرچش کنید. حالا ما سرچ میزنیم، اینجا سورا رو انتخاب میکنیم، اسکن میکنیم. نگاه کن چند تا مشابه آورد ولی سورای اصلی رو نیاورده. اینجا هر چقدر میگردیم سورای اصلی رو نمیاره چون تو کشور ما نمیاره. برمیگردید میرید داخل مرورگر. داخل مرورگر اون بالا سورا رو سرچ میکنید. اینجا که سرچ میکنید نگاه کنید میاره سورای بای اوپن آپ. خب روش که کلیک میکنید الان پیغام همون کشور شما رو برطرف میکن. بالا زده تو کشور شما، خارجی این قرمز نوشته، یعنی نمیتونیم ما نصبش کنیم. این خطاییه که دارن، اکثرا با این مشکل هستن. حالا چه سورا چه نرم افزارهای دیگه‌ای که تا حالا خیلیاتون مطمئنن که بهش برخوردید. ما میخوایم این روش رو کامل دور بزنیم. چه کار میکنیم؟ اولین کاری که میکنید گوگل پلی رو میبندید، روی گوگل همون پلی استور نگه میدارید، اپ اینفو رو میزنید. این صفحه که اومد پایین سمت چپ نوشته فورس استاپ، یعنی توقف کامل برنامه. یه بار توقف میزنید، اینجا اوکی میکنید. پایین سمت راست آخرین گزینه نوشته کلیر دیتا، یک بار میزنید. کلیر آل دیتا یعنی پاک کردن کش، پاک کردن تمام داده ها، بالاییو میزنید، اوکی میزنید. این کار که تموم شد باید از یک فیلتر شکن استفاده کنید. فیلتر شکن خیلی قوی. یه سری فیلتر شکن ها کار نمیکنه، یه سری فیلتر شکن ها هم کار میکنه. که فیلتر شکن بهتون معرفی میکنیم. حالا این باز نمیکنیم دیگه. خب ما قبل نصبش کردیم، حالا شما میتونید قبلش هم نصب کنید. فیلتر شکنی که میخوایم امروز استفاده کنیم ازش فیلتر شکن اسپید پلاس وی پی ان. این بالا ما نصبش کردیم از قبل. یا فیلتر شکن دیگه هم داشتید میتونید استفاده کنید. فقط وقتی از فیلتر شکن استفاده میکنید بهتون میگم که باید اون سه تا گزینه باید بشه 5 تا گزینه. اگه شده 5 تا گزینه برای شما هم کار میکنه. حالا ما فیلتر شکن قبلش فعال میکنیم. صبر میکنیم تا این 100% پر بشه. این صفحه رو برد، روی این اتصال میزنیم تا وصل بشه. الان وصل شد. خب وقتی وصل شد تایم بهتون میده اینجا. الان وقتی وارد پلی استور بشید باید اون پایین 5 تا گزینه شده باشه. اگه 5 تا گزینه شده باشه که مشکلتون کامل حل شده. اگر شما همچین صفحه اولی اومد، چون اول تازه الان برگشته به روز اول، مثلا نه واسه که نصب کردیم. حالا این 5 تا گزینه اون پایین اومد، دیدید 3 تا بود دیگه، الان شد 5 تا. وقتی این 5 تا دید مطمئن باشید که دیگه مشکل کامل برطرف شده. حالا ما می‌خوایم تستش کنیم. سرچ رو میزنیم. نرم افزاری که می‌خواستیم به طور مثال سورا بود. سورا رو میزنیم. الان سورا رو اینجا اگه نیاورد میرید داخل پلی استور. گاهی افتاد همونجا میاره یا از اینجا میاره. اینو که الان بزنید نکن سورا رو برای شما پیدا کرده دیگه اون مشکل خطا رو براتون نمیزنه. اگه داخل اونجا نیاورد میاد توی کرومتون میزنید یا مرورگر دیگه که دارید میزنید اسمشو و متصل میشه به همونجا. الان میزنید راحت شروع میکنه نصب بشه. حالا تا این سورا نصب میشه یه نکته دقتی هم بهتون بگم. برای تهیه اشتراک وی پی ان، نمایندگی وی پی ان داریم ما. وی پی ان پرسرعت هم برای اندروید داریم هم برای آیفون. هر کس خواست آیدی رو میذاریم پایین همین ویدیو. میتونید بیاید
پیام بدید و براتون اشتراکش رو فعال کنیم. قیمت ها اونم پایین ترین قیمت تو کل کشوره. محدودیت هم نداریم مثل ما بقیه اکثرا که 1 ماه 2 ماه 3 ماه. شما فقط حجم می‌خرید، نیازی به هیچ چی ندارید، فقط حجم از ما می‌خرید. حجمش هم قیمتشون با دلار هستش. قیمتاشو همون لحظه از اون بپرسید بهتون میگیم. پایین ترین قیمت رو میگیم که خیالتون راحت بشه، با یه بار خرید مشتری دائم میشید. این سورا هم داره نصب میشه. کسایی هم که نمیدونن سورا چیه، سورا همینه که الان دارن ویدیوهای با هوش مصنوعی میسازن دیگه. رایگان میتونید کاملا رایگان ویدیو بسازید با سورا. سورا میدونه اینو شبکه اجتماعیه ولی تمام مثلا مثل اینستا خب، ولی هر چی داخلشه همش با هوش مصنوعی درست شده. بعد جیمیل بزنید و واردش بشید. خب ممنون که تا آخر این ویدیو همراهم بودین. ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید. اگر هم دوست داشتید یه لایک برام بذارید. خدا یار و نگهدارتون.